درود آقا، من زینوکس هستم. امروز یک ویدیو سوسیس بازی دیگه خوش همونجوری که از اینترو اول ویدیو منتشر شده. امروز واسهتون یکی از بهترین و گادترین پنل فری فایر آوردن که واقعا خیلی سختیه. نمیخوام این روزتون کنم، بی مطلب سراغ تست ادامه ویدیو. لیتس گو. خب عشقای گل داشتیم ایکس بچه مچ استارت کردیم و خوردیم به این داداشمون که اسمش نمیدونم چیه و اسمش همونجوری که میدونید داشتیم انگلیسی خیلی خوب متوجه میشه و نفهمیدم اسمش چیه. بعد دوستان مشکل از اسم یارویه. انگلیسی من اصلا مشکل نداره. دونت مشکل انگلیسی دونت و عشق حاجی پینگ من یه کوچول موچول داره. این مچ منو اذیت میکنه و حقیقتا نمیدونم چیکارش کنم. حتما این مچ باگی پینگ شدن چون این پینگ من مثلا بیدار پیکره. من یه مچ پینگم میشه 70 که نه حالا دروغ میگم 90 100 اینا. یه مچ مینی پینگم شده 300 400. بله و هر موقعی که داشتینیکس میخواد ویدیو بگیره پینگش میره بالای 500. عالیه. واو چه ترکیبگان داشتینیکس رو نگاه کنین. شاتگان اسویدی وای اسویدی نمیدونم حالا همون با دیزیر داشتینیکس داره برزیلی پین. اصلا ستش هم که برزیلیه، هدشاتش هم برزیلیه. اوف یه لایک نداره، یعنی هم ستش هم هدشاتش هم گان اصلا یه لایک نداره. ناموسن یه لایک نداره. یه لایک بزن داشتینیکس انرژی بگیره پرقدرت ادامه بده. پرقدرت. و عشق آخر ویدیو هم بخش آموزش ها هسته برای دوستانی که برای چجوری پنل فارسازی کنن و نمیدونم کارماره پنل رو بزنن و نمیدونم رمز درون پنل بزنن. همه چیزا رو داخلش گفتم و آموختم که نه یاد داده هم. واردیم تو این بخش آخر ویدیو هم ببینین که چجوری پنل فارسازی کنیدش. و آره دیگه و حاجی چرا راند پیش نبود یارو؟ نکنه لفتاریو پینگش رفته. فکر کنم عرب خدا زده است. برای دوستان این چیز عرب ان خدا زده، یعنی پینگش خیلی بالاه. یاشون از گیم مثلا لفت داده. نکنه به این من دقت کنین یارو داره تکون میخوره. نه تکون نمیخوره. نمیدونم حاجی حقیقتا نمیدونم که یارو داره تکون میخوره تکون نمیخوره. و گانام که چه گانایی گرفت. گارنا فری فایر وینچستر و M10 جان. به 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 به. یه وان تپ بزنیم و بریم مچ دیگه استارت کنیم. دوستان این یارو خیلی جدید واتی بود. بریم سراغ مچ بعدی. لیتس گو. خب خوشای گل داشتینیکس بچه مچ دیگه استارت کردیم و خورد یه مچ دیگه استارت کردیم و خوردیم به این داداشیمون که در جنس آبجیه و حقیقتا نمیدونم که آبجیه داداشه چون اسکین. آقا ول کن هر چی هستی بر خود هستی. والا یه وان تپ بزنیم برو خونت دقیقه زاده. و بچه چیزی متوجه شدم من مچ پیش باگ پینگ بودم و الان پینگ من درست شده و من ریدم تو باگ پینگ. من چرا میخوام ویدیو بگیرم باگ پینگ میشم حاجی؟ حقیقتا نمیدونم مشکل از اینترنت، مشکل از سیم کارت منه، مشکل از ویدیو واقعا نمیدونم مشکل شاید از منه کلا مشکل نمیدونم. و عشق چیزی می‌خواستم بهتون بگم من داخل این ویدیو اگه دارم یک دونه هد میزنم، دو تا هد شات میزنم، سه تا هد شات میزنم، 100 تا هد شات میزنم، همش به خاطر این پنل است. و واقعا داشتینیکس جلیل شده و بچه تقریبا من یه هفته از این گیم نزدم داخل موبایل و واقعا جلیل وایتی شدم که واقعا جلیل وایتی نسخه پرو مکس شدم. یعنی انقدر ریده بازیم و بزرگی خودتون ببخشین دیگه. و آره دیگه جلیل شدم. به بزرگی خودتون ببخشید که دارم داخل ویدیو جلالت بازی در میارم. و این یورو چرا انقدر دلقکه واجی؟ چرا این دلقک این یورو؟ و عشق این پنل یک پسورد 3 رقمی داره که هر سه بخش رو در ادامه ویدیو بهتون میگم و بخش اولش رو عشق تک تکتون عدد 3 میذارم. تا الان یه بخش از پسورد 3 رقمی رو بهتون گفتم، دو بخشش رو در ادامه ویدیو بهتون میگم. اصلا ویدیو رقم جلو نکن. شاید دیدون دو بخش هم الان گفتم حاجی چه فول هد زدم با شاتگان. اصلا داشتینیکس پلی انداده بازم فول هد میخوره چون داشتینیکسه. بعد دوستان زینوکس دیز سوپر مان کامان و حاجی عالیه. یه مش جلیل وایتی همیشه من میخورم. من عاشق این گیم این گیم بادر پیکرم که اینقدر ما رو دوست داره. بله دوستان عزیز و اشخاص همتون ممنونم که اینجا ویدیو رو تماشا کردین. لایک ساب کانال فراموش با این کار خیلی میتونید از من حمایت کنید. لینک اسپانسر جیفت.com تو پیش داخل کپشن هم هسته. اگه می‌خواستید جیفت سریعانه خدمتتون شما سر بزن بی مطلب بریم سراغ ادامه ویدیو. و عشق گل داشتینیکس بچه‌ها چیزی می‌خواستم بهتون بگم. بعضی داخل کامنت ها می‌نویسن که چرا پنل بر ما کار نمی‌کنه، اصلا هد نمی‌خوره، چرا اینجوریه اینجا اونجوریه و براتون مثلا داره فول هد می‌خوره چرا اینجوریه. و بچه‌ها به ویدیوهای من که دارم میذارم دقت بکنین. من بعضی جاها تو وست زدم مثلا 590 مثلا چیکار کردم وست زدم و شما باید اینو بدونید که آقا این پنل که ما می‌ذاریم براتون همشون رایگانن و یک جوری همه دارن ازش استفاده می‌کنن. مثلا تو که هم داری ازش استفاده می‌کنی 100 نفر دیگه 1000 نفر دیگه 100,000 نفر دیگه دارن از این پنل استفاده می‌کنن و هر چقدر این تعداد نفراتی که استفاده می‌کنن از پنل بیشتر بشه هم پنل ضعیف‌تر میشه و هم باید بدونید پنل رایگان هسته برای دوستان و بیشتر پنل تایمی هسته. مثلا شاید پنل تایمش گذاشته باشه و آره دیگه شما باید
از پنل انتظارات فراتبی حاجی فرازمینی نداشته باشین. این پنلی که رایگانه و در حد اینه که اصلا پنل به رفع لگ داشته باشه و یکم روی سازنده تو تاثیر داشته باشه. و تمام دیگه آقا بریم داخل لابی و ادامه ویدیو و بخش رمز. لیتس گو. عشقا از همتون ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. لایک، ساب، کانفرنس با این کار خیلی میتونه از من حمایت کنه. لینک اسپانسر اونجا فوق کامنت پیش داخل کپشن هم هسته. و بچا بخش دوم رمز عدد 5 هسته. بیم مثلا بخش آخر رمز و ادامه ویدیو و بخش آموزش دیگه. خوبش خورستیم مهمترین بخش ویدیو و بخش جذاب و دیدنی فارسازی پنل. بچه شما در مرتبه اول وارد کانال تلگرام ما میشین، لینکش داخل کامنت پیش داخل کپشن هم هست. وقتی که وارد شید میگن دنبال پنل، وقتی پیدا کردن روش دانلودش میکنین و روش کلیک میکنین و از این بالا روی قسمت ذخیره در دانلود که همچین آیکونی داره میزنین. وقتی که ذخیره شد میایم بیرون و وارد برنامه دارچیورتون میشین، وارد بخش دانلوداتون میشین، بخش تلگرام انتخاب میکنین. اینجا چیزی برای شما اومده به نام Nexus H4X. شما روش کلیک میکنین، استخراج رو میزنین، رمز 3 رقمیش هم وارد میکنین و پنل نصبش میکنین. وقتی پنل برای شما نصب شد میایم بیرون و وارد پنل میشین. پنل همچین منوی داره، یک تون رمز درون میخواد که شما اینجا کلیک میکنین، رمز درونش رو میزنین و اینتر رو کلیک میکنین. وقتی که اینتر رو بزنین رمز درون پنل وارد میشه و پنل برای شما بالا میاد و وارد گیمتون میشین و همه گزینه‌ها رو آن میکنین. و اگه بخواید پنل براتون باشه گزینه منها میزنید، ولی بخواید پنل کلا بره این گزینه پایین فلش رو میزنید و پنل برای شما میره. و بخش آخر رمز عدد 6 هسته. رمز درون هم داخل کانال تلگرام قرارش میدم. فعلا بدرود.